چند وقت پیش ما 4-5 نفر میهمان داشتم و یکی از اون مهمان‌ها لطف الله نجفی زاده بود. من ازش سوال کردم که چطور تونستی با شروع از صفر، مهاجرت، زندگی نو و مشکلاتی که همگی در مهاجرت میبینن کنار بیایی؟ جوابش بر من بسیار جالب بود. گفت ما با حادثه‌ای که بر همگی ما اتفاق افتید مثل فوت یک عضو مهم خانواده برخورد کردم. به این معنا که یادها و خاطرات و چیزهایی که ما در ذهن خود و در قلب خود از او داریم حتما با ما می باشه، ما را آزار میده. ولی این هم میفهمم که زندگی کماکان ادامه داره. مسئولیت‌های فردی ما و مسئولیت‌های جمعی ما همچنان باقی است و ما باید کار را انجام بدیم که باید انجام بدیم و تقاضای زندگی و وقت است. این به خاطر از این میگم که ما باید بپذیریم که وارد یک بخش دیگه از زندگی شدیم. اگر درست و خوب و آماده پیش بریم رحم می داشته باشه، ولی اگر هر وقتی به فکر گذشته باشیم، در جنگ با گذشته باشیم، این زندگی بسیار بیرحم میشه. بالاخره یک روز میرسه که نه با غم و اندوه و جگرخونی او چیزی را که به دنبالش هستیم به دست آوردیم و نه هم حالت فعلی ما از ما خیر دیده و چیزی برای خود ساختیم. من نمیفهم که من درست میگم یا غلط میگم، ولی من فکر میکنم که زندگی ادامه داره، بخوایم یا نخوایم باید با چیزی که پیش روی ما است جور بیاییم.